چرخش 360 درجه‌ای این شتر برای تولید روغن کنجد است. این شتر ساعتها به دورش میچرخد تا چوب داخل آسیاب کوچک باعث جداسازی روغن از کنجد شود. این جوان شغل خراسی را از پدرش به ارث برده و حالا تلاش می کند تا رد پای پدرش در این شغل گم نشود. این خراس کسبی هست که برای ما از بابو، بابچه و پدر میراث مانده. ما این کسب تقریبا 100 سال 150 سال میشه ادامه دادیم. فعلا در سطح ایران چیزی زیادی از این باقی نمونده، به خاطر اینکه سرفیس زیادی نداره و ما همین به وقت بری که رزیم کسب پدری ما رو میگم یلا نکنیم، همین قسمت هستیم و کار میکنیم. این پیرمرد تمام عمرش را صرف تولید روغن کنجد در این خراسی کرده، اما حالا افزایش صادرات کنجد به کشورهای خارجی شغل مورد علاقش را به خطر مواجه ساخته، چون قیمت کنجد در بازار هرات بلند رفته. سابقا کار خراس همی بود کنجد به جایی نمیرفت، داود خان نمیگدوش که به جایی بره، بفهمیدی؟ همین کنجد همین خراسکارا کار میکرد و همین بسته شهر نوی سب کن تا به جاده ایدگاه اینا خراس بود. دکتران نیز برای برخی از مریضان روغن کنجد را توصیه می‌کنند، چرا که برخی از روغن‌های وارداتی برای صحت انسان مضر خوانده شده. روغن کنجد تولید شده در این خراسی‌ها در بازار هرات هر کیلو 350 افغانی ارزش دارد. اما کنجد روغن مورد علاقه افراد ثروتمند شمرده می‌شود و استفاده از این روغن برای افراد فقیر دشوار و یا غیر ممکن است. چندین ساعت زمان میبرد تا روغن کنجد تولید شود، اما دوام تولید روغن از خراسی‌های هرات بستگی به ارزان شدن قیمت کنجد و استقبال مردم بستگی دارد. شاپور صابر، هرات.